بینندگان عزیز سلام، عیدتان مبارک. طاعت عبادتان قبول باشه. در این بخش برنامه ما خوش آمدید. یک گیم دارم با جمعی از همکارا. باش که من چوکی را کش کنم که درست بشینم. سلام. میبخشین که مزاحمتان شدم. عیدتان مبارک، طاعت عبادتان قبول. سلام به شما، عید شما همچنان تبریک. زنده و سلامت باشین. در این روز عید چطور آمدین دفتر؟ به خاطر برنامه ایدی داشتیم آمدیم. آها، شما مکنون در برنامه پشت پرده در بخش گیم قرار دارین. ما شما 3 سوال داریم. بسیار خوب. درست است؟ در این 3 سوال ما شما میتونید که از کلمه بله و نخیر استفاده نکنین. اگر از کلمه بله و نخیر استفاده نکردین 500 افغانی از طرف برنامه به شما توفه. اگر استفاده کردین 100 افغانی شما به من میتین. درست است که آماده هستین؟ آماده هستم. 100% آماده. 100% آماده هستم. امروز عید است؟ امکان داره. امکان داره. میگه بیرون باران میباره. شاید. فردا جمعه است. شاید. شما در بخش نیوز کار میکنین؟ امکان داره. نامتان گفتن کرشمه است؟ امکان نداره. امکان نداره. بله. خب بله، پس ما برنده شدیم. مرا 100 افغانی. این تا که بزرگ از پیش از یا پلسه نگیرید. خب برنامه پشت پرده از بخش گیم. بله. ما شما سوال پرسان میکنیم. شما میتونین که در سوالات ما از کلمه بله یا نخیر استفاده نکنین. درست است؟ اگر برنده شدی اینی 500 افغانی از شما. اگر بازنده شدین 100 افغانی مرا میدین. درست است؟ بیخی یعنی بگیم 500 چون ما کمک چی کارا رو زیاد کردیم در ختم برنامه نشه که باز 500 از پیش بگیری. آها. آماده هستی؟ شاید. امروز میگه که روز پنجم عید است. شاید. در دفتر میگه شما صفاکار هستین. شاید. کل شاید. میگه پس فردا بخیر مدیر میشین. فکر نکنم. عید چند نفر تا حال ریدی دادی؟ شاید 5 نفر 6 نفر. کلش در شاید تیر کردن. خب خلاصه آخرش چند سوال کردن ترتیب. زنده باشید. برادر تشکر. 500 افغانی برنده شدم. از طرف برنامه 500 افغانی به شما برنده. ما چند سوال از شما پرسان میکنیم. از کلمه بله و نخیر استفاده نکنین. اگر شما برنده شدین 500 افغانی از طرف برنامه به شما توفه داده میشه. اگر بازنده شدین شما 500 افغانی نه 100 افغانی به من میدین. درست است. آماده هستی؟ امکان داره که آماده باشم. نامتان مسعود است؟ نه خیر نه خیر است. گیرش کردم در اولین سوال. شما بله گفتین یا نه خیر؟ گفتم از کلمه بله و نخیر استفاده نکنین. نه خیرش خیلی فکرم نبود. ما یک گیم داریم. ما چند سوال شما پرسان میکنیم. شما میتونید که از کلمه بله و نخیر استفاده نکنین. به جای کلمه بله و نخیر دیگه هر کلمه رو میخواین استفاده کنیم. بسیار من امیدوار هستم که بتونم این کار کرده. آماده هستین؟ بله آماده است. پس یک سوال ما می بود گفتن بله، پس مرا 100 روپه. اگر این 500 روپه را شما از آن خود می ساختین. خب دیگه این به اون سیستم به اصطلاح به اون سیستمی که من توقع داشتم شما پیش نرفتین دیگه. من مجبور هستم بتم. خیلی چطور این دو سایز 100 روپه هم. سلام به همه بینندگان عزیز کمیل از طریق برنامه پشت پرده بخش گیم ما را میبینن و از تلویزیون خورشید میبینن. جان سپاس که خورشید انتخاب کردین به خاطر برنامه جالبش. احمد کو بیادر شما فقط از کلمه بله و نخیر استفاده نکنین. اگر برنده شدین 500 افغانی از طرف برنامه بر شما. بله اگر شما جواب داده نتونستین یعنی از کلمه خو خیر گپ ما گوش کن. اگر از کلمه بله و نخیر استفاده کردین شما فقط به ما 100 افغانی میدین. 100 با 500 بیشک والا. شروع میکنیم مشکل نیست. آماده هستین؟ آماده هستم. 100%. 100%. میگه شما مهدی شیرزاد هستین. بعد که در کی گفته دو میزنی مرا. گفتم پروډوسر برنامه شما هستین از پشت پرده. هستم. پروډوسر هستین؟ هستم. یگان نقشه هم بازی میکنین؟ بازی میکنم. در فیلم هم کار کردین؟ بله. بله پس برنده شدم.
خدا نگهدارتان. بازم براتون میگم پای میلا بتنه حالا پای ما چرا محکم گرفت. باش صدیره بتی باز برید تکت کو دیگه که صدیره بگیره. عیدتان مبارک. طاعت بالاتان قبول باشه. خداحافظ. پشت پرده یادتون نره. خب پشت پرده خوب میشه.